چشمان زلایخا را سخت‌تر بنده. اشتراکچیان دو تیم فعال باشد. نزدیک به آن کلمه با زلایخا سوال دهید. کوشش کنید که او شکل درست کلمه را پای نبرد، خود بیابد، به منطق تکیه نموده. زلایخا با فکرم این عادت معمولی یا که با شما پسند است؟ بله پسند است. با فکرم این عادت شما یعنی که با اولادتان پسند است. دوگانه ها چی میگویند؟ سرزنش نمیکنند که این عادت را از خود دور کن؟ نه هیچ کسی چیز نمیگه. اگر زن جود و گیزاله باشد، جنگی باشد، همین شعاری که در شما آویزان است، همین خصلت در همون زن هست یا نه؟ نمیتونم. با این عادت آدمان چند سال عمر میبینند؟ عمر کوتاه میبینم. زلایخا جان مادر نسبت فرزنداش چگونه باید باشد؟ مهربان باشد. تشکر زیاد برای پیدا نمودن همین کلمه. در حقیقت زلایخا مهربان است. سرودی نظیره جان ما کی میخواند؟ مهربان. زن است، همین خصلت در همون زن هست یا نه؟ نمیتونم. با این عادت آدمان چند سال عمر میبینند؟ عادت شما یعنی که با اولادتان پسند است. دوگانه ها چی میگویند؟ سرزنش نمیکنند که این عادت را از خود دور کن؟ نه هیچ کسی چیز نمیگه. اگر زن جود و گیزاله باشد، جنگی باشد، همین شعاری که در شما آویزان که چشمان زلایخا را سخت‌تر بنده. اشتراکچیان دو تیم فعال باشد. نزدیک به آن کلمه با زلایخا سوال دهید. کوشش کنید که او شکل درست کلمه را پای نبرد، خود بیابد، به منطق تکیه نموده. زلایخا با فکرم این عادت معمولی یا که با شما پسند است؟ بله پسند است. با فکرم این عادت